سلام به همه دانش آموزای عزیز. من گلنار اسدی ام، مشاور تحصیلی. تصمیم گرفتیم که یک سری تاک شو رو با هم شروع بکنیم. اسمش هم گذاشتیم 0 تا 20 که بتونیم بیشترین آمادگی رو برای امتحانات نهایی و بعدش هم برای کنکور داشته باشیم. ترجیح دادیم که صحبتامون به جای اینکه مونولوگ و یک نفره باشه به صورت تاک شو باشه، آدمای مختلفی رو دعوت بکنیم با هدفهای مختلف که شما بتونید ارتباط خیلی بهتری بگیرید با صحبتامون و تأثیر بیشتری در واقع داشته باشه. برای همین اولین جلسه رو شروع می‌کنیم، چون توی تابستون هستیم. موضوعمون رو شروع از تابستون در نظر گرفتیم و حالا یه سری سوال رو مطرح می‌کنن که می‌بینید که چقدر میتونه به سوالای شما نزدیک باشه. حالا من اینجا خواستم از فاطمه رصاف عزیز که بیاد و این سوالا رو از من بپرسه. دلیلش چیه؟ 2 تا دلیل داره. یکی این که فاطمه همین پارسال شاگرد من بوده و کاملا با دغدغه‌های شما آشناست و خیلی نمیگذره از همین حال و هوایی که الان شما دارید. اونم این حال و هوا رو داشته و از طرفی خب الانم جزء پرسنل آموزشگاه و داره با بچهای پانسیونی کار میکنه، مرتب شب و روز داره میبیندشون. به همین دلیل خیلی از دغدغه‌هاشون مطلع. من ازش خواستم یه سری سوالو مشخص کنه، بنویسه، بیاد از من بپرسه، من توضیح بدم که بتونه به شما هم کمک کنه. سلام بکن و شروع کن. منم سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون عالی باشه. اگر شما هم که موافق هستین شروع کنیم سریع. آره. خب یکی از دغدغه‌های بچه‌ها این روزا اینه که آیا الان تایم مناسبیه برای شروع و دیر نیست برای اینکه ما بخوایم درس خوندنمون رو شروع کنیم برای کنکور؟ ببین، اینو میخوام اول با این مثال بگم، بعد دقیقاً میگم بهترین موقع برای شروع کیه. من میگم فرایندا رو اگه تشبیه کنیم به فرایندایی که برامون آشناتره خیلی تاثیرگذارتره. ببین مثل این میمونه، یعنی زمینه کنکور مثل این میمونه که تو فرض کن این مستطیل میزی که جلوی ماست یه زمینه که تو میخوای اینو بکاری. خب اول مراحل مختلفی داره دیگه. اول باید شخم بخوره، کرت بندی بشه، بعد دیگه بعض پاشیده بشه، بعد کود، بعد سم. چون من خیلی علاقه دارم به کار کشاورزی، این مثالا رو خیلی دوست دارم و واقعا از نزدیک دیدم و برام خیلی لذت بخشه. یعنی ببین هر چیزی جای خودش و زمان خودش رو داره. تو هیچ وقت نمیتونی یه کاری رو قبلتر از کار دیگه انجام بدی، پس احتیاج به گذر یک زمانی داره. مثلا شما نمیتونی به محضی که بذر رو کاشتی مثلا سریع سم بهش بدی، بعد یه زمانی بگذره یا کود بخوای بهش بدی. هر چیزی یه تایمی داره. حالا تو وقتی که این پروسه رو دیر شروع بکنی مجبوری یه جای عجله‌ای کار بکنی و اگر هم خب خیلی دیر شروع کنی، آره واقعا یه وقتایی میبینی که دیگه محصولت محصولی نیست، یا اینکه محصول قابل توجهی نیست، یا اصطلاحاً محصول یه جایی در میاد یه جایی در نمیاد، یه چیز بی‌کیفیت و کچل کچلی میشه خلاصه. پس اینطوری بهتره بهت بگم هر چقدر دیرتر شروع کنیم فشار و استرس بیشتره، ولی از یه جایی به بعد هم دیگه شروع نکنیم آره واقعا دیره. سال تحصیلی بگم اینطوری میگم که بهترین زمان به نظر من، یا شاید بهتر بگیم که زمانی که ریسک کمی داره، از 10. بچه‌ها از 10 شروع کنن، اون عادت‌ها رو بسازن، اون شرایط رو واسه خودشون، اون پله پله رو جلو برن. 11 اگر بخوان شروع کنن یه مقدار فشار بیشتره، 12 فشار بیشتر میشه. ولی مثلا تو اگه بخوای بگی آقا مثلا طرف از 8 بخواد شروع کنه، خب دیگه من میگم همون کچل کچله میشه دیگه، دیر میشه. بله. بهترین زمان به نظر من 10. ولی این نیست که آقا کسی که 10 گذرون دیگه باخته. نه، یکم فشار بیشتری باید به خودش بیاره در واقع. اینطوری بهتره بگم. بعد حالا یه مشکلی که هست اینه که خب تابستون حس درس خوندن نیستش و حالا اینکه آره. بچه‌ها انگیزه ندارن و با این شرایط بی‌ثبات ما چرا باید شروع کنیم به درس خوندن؟ چطور باید شروع کنیم برای درس خوندن؟ ببین خیلی چیز خوبی گفتی. من میگم میگی شرایط بی‌ثبات، من میگم اصلا توی شرایط با ثبات هم ما معمولا دنبال یه انگیزه‌ای میگردیم که شروع بکنیم و تابستون اصلا زمان خوبی نیست. ما از بچگی یاد گرفتیم که تابستون زمان استراحت دیگه، حال میده آدم استراحت کنه، تفریح کنه، مسافرت بره. بهتره این بحث انگیزه رو من اینطوری بگم، همیشه به بچه‌ها میگم این انگیزه بد تعریف شده، یعنی چرخش مشکل داره. ما فکر میکنیم باید یه اتفاق بزرگ بیفته، یک شرایط خاص پیش بیاد، یه سری امکانات کنار هم باشن، جو فضا عالی باشه، خلاصه یه بیگ بنگ اتفاق بیفته تا من استارت بزنم. اصطلاحاً همون شنبه‌ای که همیشه دنبالشیم، ولی هیچ وقت این اتفاق نمیفته فاطمه. اینطوری فکر میکنیم که این انگیزه باید باشه، بعد انگیزه که بود ما اقدام میکنیم، بعد اقدامه رو که کردیم نتیجه میگیریم. نه، اینجوری نیست. ما اول اقدامه رو میکنیم،
حالا خب تو میگی انگیزه نیست که اقدام کنم. ببین مشکل ما اینه که ما دنبال کارهای بزرگیم برای شروع. من درس نمیخونم، اگر بخونم روزی 8 ساعت میخونم. بابا تو تا حالا روزی 1 ساعت هم نخوندی. من ورزش نمیکنم، اگر بکنم یه باشگاه میرم هفته 3 روز مثلا برم باشگاه. من رژیم نمیگیرم مگر اینکه یه رژیم خیلی سنگین بخوام بگیرم که حسابی مثلا هفته 3 کیلو وزن کم کنم، 2 کیلو وزن کم کنم. من میگم برای اینکه بخوایم اون انگیزه ایجاد بشه، اتفاقا نباید منتظر باشیم شرایط جور بشه. ما با همون شرایطی که داریم اقدام‌های کوچیک رو شروع بکنیم. بهش میگن میکرو اقدام‌های کوچیک. یعنی مثلا من اگر میخوام تو تابستون شروع کنم، نرم دنبال تو امروز خودت دیدی من توی مشاوره ها به بچه‌هاش گفتم نگفتم 7 ساعت شروع کن، 8 ساعت شروع کن. 2 ساعت هم داشتیم که گفتیم شروع کن دیگه. الان اواخر تیر ماه هستیم. پس بهترین کار اینه که اقدام‌های کوچیک داشته باشن. 2 ساعت. یکی عادت داره به 4 ساعت، اوکی تو از 4 ساعت شروع کن. از یه زمان کم شروع کنن و کم کم اضافهش کنن. پس اقدام کوچیک، بعد این اقدام کوچیکه به اندازه خودش یه نتیجه کوچیک میده، بعد این نتیجه کوچیکه انگیزه میده. من فکر میکنم، نمیدونم تو موافقی یا نه، هیچ چیزی به اندازه دیدن نتیجه کارت و اون دستاوردت بهت انگیزه نمیده. قبول داری؟ بله. و چیزی که موندگاره، یعنی برات میمونه و این خیلی جذاب و هیجان انگیزه. ببین مثلا من مشاور تحصیلی بیام همش حرف انگیزشی به تو بزنم، چقدر رو تاثیر میذاره؟ خیلی کم. چند دقیقه نهایتا تو خیلی منو قبول داشته باشی مثلا 1 ساعت رو تاثیر میذاره، 2 ساعت، نه تاش 1 روز، ولی اینا از بین میره. پس ببینید دوباره میگم اینجوری نیست که ما بیایم اول انگیزه داشته باشیم بعدش بیایم حالا انگیزه که اومد بعد شروع کنیم به در واقع اقدام، بعد اقدام بشه نتیجه. نه، اول اقدام کوچک، بعدش انگیزه نتیجه آفرین، و بعدش میشه انگیزه خودش. بعد این انگیزه کمک میکنه که اقدام بعدی بزرگتر بشه و این خیلی جذابه. اینه که موندگاره. پس من قبول دارم بچه‌ها شرایط بی ثباته. قبول دارم که ببخشید تابستون زمان درس خوندن نیست، ولی در حالت عادی هم باز اینطوری نیست که ما بتونیم بگردیم دنبال انگیزه و پیداش بکنیم. بعد اقدام کنیم و بعد به وجود بیاد. حالا واقعا تابستون همه باید درس بخونن یا اصلا چرا تابستون تایم مناسبیه برای شروع کردن؟ آره به نظر من تابستون رو همه باید درس بخونن. یعنی هر کی که دنبال نتیجه است باید درس بخونه، به خاطر اینکه فشار جدای از پایه‌شون. آره حالا مثلا بچه‌های دوره دوم بیشتر منظورمه دیگه. ببین چون مثلا بچه دهمی الان من مطمئنم تا اومده دهمو جدی بگیره کل سال رفته یا نصف سال رفته، خیلی از دهمش نصف نیمه مونده. اگر بچه‌ها اینجا هستن که توی این دسته هستن بدونن که تنها نیستن، خیلی‌ها اینجوریان که یعنی نرسیدن دوره نیم سال اولشون حداقل خوب کار بکنن یا حتی نیم سال دوم و کل دهمو از دست دادن. پس تابستون زمان خیلی خوبیه برای جبران. چرا؟ دلیلش اینه که فشار کمه. ببین حجم کار کمه. تو وقتی حجم کارت کمه میتونی بری سراغ برطرف کردن نقاط ضعفت و خودتو تجربه کردی وقتی کار زیاده فشار زیاده واقعا زمان نیست واسه این که ما بریم رو نقاط ضعفمون. میخوایم بریم زمان کمتر میشه هم انگار آدم تمرکز کمتری داره. آره دقیقاً. ببین تو دلت میخواد بری اون نقاط ضعف مثلا دهم تو کار کنی یا مثلا ریشه ریاضی تو کار بکنی، ولی همش استرس فردا که امتحانه پرسش معلمه همه اینا رو داری. آره و تابستون بهترین زمان برطرف کردن نقاط ضعفه. و یه نکته مهمی هم که دوست دارم بهش اشاره بکنم، ببین حتما زیاد شنیدیم که این عادتهای درسته که ما رو آدمای موفقی میکنه. زیاد شنیدیم تو اینستاگرام، توی فضای مجازی، اساتید رشد فردی اینو تکرار میکنن که آقا تو عادت‌هاته که تعیین میکنه تو آدم موفقی میشی یا نه. و به نظر من باز به همون دلیل فشار کمی که تو تابستون وجود داره بهترین زمان ساخت عادت‌های درسته. مثلا من روش فلان درس رو بلد نیستم که چطوری بخونمش، بهترین زمان یادگیریش تابستونه. من درس‌ها رو حفظ میکنم. تو تابستون فرصت داری یاد بگیری چجوری درس بخونی. یا مثلا خوابش نامنظمه، باز خیلی فرصت خوبیه. زیاد تو گوشیه، زیاد اهل بیرون رفتنه. همه این موارد هر چیزی که فکر میکنم باید اصلاح بشه به نظر من زمانش توی تابستون، یعنی بهترین زمانه، نه اینکه بد نیست، چون فشار کمه و آمادگی ذهنی خیلی بالاتر. خب حالا ما فهمیدیم که باید از تابستون شروع کنیم. خیلی عمالی. برنامه درسیمون باید به چه شکل باشه؟
برنامه درسی یکی همین که باید نقاط ضعف رو پیدا بکنیم، یعنی باید پیداشون بکنیم و براشون برنامه‌ریزی داشته باشیم. نکته بعدی که شاید الان به نظر عجیب بیاد ولی اینه که حتما یه تایم برای استراحتمون داشته باشیم. خلاصش رو بخوام بهت بگم مثلا چند ساعت درس بخونی؟ الان میگم. ببین مثلا دانش آموز وقتی که تابستون تموم میشه نباید له باشه، باید سر حال باشه، یعنی باید قبراق پر انرژی سالو شروع بکنه، یعنی اونقدر خودشو خسته نکنه. پس یکی از کارهای مهم به نظر من در کنار پیدا کردن نقاط ضعفش اینه که یه استراحت خوبی داشته باشه. آفرین، دقیقاً. نکته بعدی اینه که یه مرور از مباحث قبلیش میتونه داشته باشه، اینم خیلی میتونه بهش کمک کنه. و نکته بعدی که باز ربط پیدا میکنه به اون استراحت، شاید خودشو خفه نکنه با درس، یعنی بیاد زمانهای مطالعاتی نرمال خیلی بالا نباشه، کم باشه ولی پیوسته باشه. این خیلی مهمه که تو برنامهش رعایت بشه. یا بهتره بهت بگم که میگه رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. این در مورد خودت تو خیلی صدق میکرد به نظر من. آره، و خیلی یعنی آیتم موفقیته اون آهسته و پیوسته. اون پیوسته به نظر من یعنی دیسیپلین، یعنی دلیل، یکی از عوامل اصلی موفقیت این دیسیپلینه که تو تابستون میتونیم شکلش بدیم. آره. حالا پرسیدی چی؟ پرسیدیم که مثلا چند ساعت تو روز ما درس بخونیم. خودت چی فکر میکنی؟ پیشنهاد خودت چیه اول؟ همون حرفی که شما گفتین، مثلا یکی عادت داره روزی نهایتا 2 ساعت درس بخونه، با همون 2 ساعت شروع کنه و کم کم اضافهش کنه. مثلا ما برای همه نمیتونیم بگیم که شما حتما باید از روزی 6 ساعت شروع کنید. دمت گرم. کسی که مثلا روزی نهایت 2 ساعت بخونه، خب قطعا با این برنامه سر یک هفته کامل دیگه همه چی رو میبوسه میذاره کنار. آره، دقیقاً. حالا من پیشنهادی که بخوام مثلا به صورت استاندارد بدم، خب که اول این چیزی که تو گفتی خیلی مهمه، خیلی، ولی بخوام مثلا بگم آقا یه عددی میگم که این عدد رو بچه‌ها شنیدن، این عدد رو یه حالت استانداردی قرار بدم ولی برای همه هم استاندارد نیست. این باشه خوبه به نظر من. اول از 10 شروع میکنم. به نظر من 10 3.5 خیلی خوبه. مداوم باشه، پیوسته باشه، تو تابستون 3.5 عدد خوبیه. برای 11 عدد مثلا 4 عالیه. برای 12 6 ساعت به نظر من خیلی خوبه. این که مثلا آقا 8 ساعت و 10 ساعت و 12 اینا همش توهمه. ما زیاد میشنویم دیگه تو اتاق مشاوره، دیدی طرف میاد میگه که دقیقاً امروز دیالوگش چی بود؟ میگفت که من خانم اسدی نمیتونم زیاد درس بخونم. بعد گفت که من مثلا 12 ساعت 13 ساعت 14 ساعت الان نمیتونم بخونم. الان اصلا قرار نیست اینقدر بخونی. و ببین ذهنیت دانش آموز اینه که من باید اینقدر بخونم. بعد خب نمیدونه که بابا خیلی اکثرا نمیتونن، هر کی هم بتونه احتمالاً میبره. بعد به این باور فاطمه میرسه که من ناتوانم. بعد خودت هم میدونی تو سال کنکور شاید هیچ چیزی به این اندازه یعنی آسیب زننده نباشه که ما احساس کنیم توان نداریم. نمیتونیم. آره، و باورمون از دست بدیم. حالا کلمه‌ای که من تو ذهنم اومد تکامله. یعنی شما اون تکامل رو باید طی کنید که تا به اون حالا میزان ساعت مطالعه دلخواهتون، به اون نتیجه دلخواهتون برسید. مهمترین قدم به نظر من شروع کردنه و اون استمرار تا اینکه این تکامل طی بشه. و وقتی این تکامل طی میشه مثلا باعث میشه که شما اون نتیجه ها رو ببینید، همون چیزی که شما گفتید. این انگیزه به وجود میاد، دقیقاً رشد اتفاق میافته و شما میتونید به اون تصوری که توی ذهنتون دارید، حالا چه از لحاظ نتیجه چه از لحاظ مقدار ساعت مطالعه به اون برسید. دقیقاً. حالا من یه سوال دارم ازت. تو الان تو پانسیون داری بچه‌ها رو می‌بینی، کیسی هست که یادت بیاد مثلا آقا پارسال تابستون مثلا، حالا یا اول سال که تو بهشون ملحق شدی، نمیدونم از کی ملحق شدی به بچه‌های تابستون؟ از آذر ماه دیدی که مثلا کسی تو ذهنت هست که روند رشد مطالعه‌اش مثلا بالا بره؟ اگر عدد و رقمی تو ذهنت هست بگو، یه چیز حدودی. حالا اون چیزی که من الان خاطرم یا اصلا از خودت بگو، یا اگر دوستی کسی بوده. از خودم دقیقا مثلا من خودم تابستون وقتی شروع کردم هم فکر خودم نهایتا 3 ساعت میتونستم درس بخونم. رو استراحتاتم خیلی 4 ساعت عاشق استراحتاش بود، خیلی براش مهم بود استراحتاش به موقع باشه. اون میزان باکس استراحتی هم که مثلا خانم اسدی تایمش رو میذاشتم، من اون کامل و دقیق اجراش میکردم. یه خاطره بگم
بگو تو اول بگو کامل حرفتو بعد من میگم. مثلا حالا اون استراحت بودش، من خودم فکر میکنم نهایتا با همون هفته اول 3 ساعت روزی 4 ساعت دیگه خودم میترکوندم درس میخوندم، ولی خب این آخرا دیگه راحت مثلا 7 ساعت دیگه مثلا شده بود نرم عادیه من. حالا روزی که کلاس نداشتم خونه بودم میتونستم آره مثلا 8 9 ساعت هم بخونم. درست. خیلی هم عالی. من یه خاطره بگم از فاطمه. من برنامه‌شو که می‌نوشتم همیشه حواسم به استراحته بود. بعد یه دفعه من همیشه خودم می‌نوشتم، تایمای ثابت برنامه‌شم خودم می‌نوشتم. بعد یه روز اومد گفت که خانم اسدی من نوشتم براتون. بعد گفتم باری کلا. بعد فهمیدم قبل از اینکه وارد اتاق مشاوره بشم گفتم من تایما رو نوشتم، استراحتم نوشته بود که چون من یه دفعه یادم رفته بود، گفتم من حتما استراحتمو بنویسم که یه دفعه شما یادتون نره. بعد با یه دل پری میگفت که آره هفته پیش شما یادتون رفت استراحت منو بنویسید. چون من برنامه‌ام تایم دار بود. آره. مثلا از ساعت 3 تا 4 و نیم یه باکسم آره بود، مثلا 4 و نیم تا 5 حالا استراحت یا هر چی. من شما یه هفته یادتون رفت بنویسید. هنوز تو دلشه. خب دیگه حالا یه سوال دیگه، اگه بخواید که از اشتباه رایج بچه‌ها تو این دوران یه چیزی حالا یه موردی بفرمایید. اشتباهات یا افراط میکنن یا تفریط میکنن، یعنی مثلا همش استراحت میکنن و این باور رو دارن که تابستون زمان استراحت کردنه. یهو اتفاق بدی که میفته میدونین چیه؟ یهو سال یعنی تابستون تموم میشه. آره بعد همش عذاب وجدانن، یعنی حال خوب نیست و همش میگن خب ما 2 ماه حداقل عقب افتادیم از رقبا، 2 ماه 3 ماه عقب افتادیم. پس استراحت مطلق یک اشتباه بزرگه. برعکس از اون ور بوم افتادن، تلاش بیش از حد، یعنی ساعت مطالعه خیلی زیاد و فشار بیش از حد بهتره بگم که به دانش آموز به خودش میاره، هم یه اشتباه بزرگه که این کمتر دیده میشه. حتی خانواده خوشحالن ماشاءالله به بچه‌م که مثلا اینقدر درس خونده تابستون و اینقدر ترکونده. خب این بچه آدمه، خب باید استراحت هم بکنه، باید یه زمانی واسه تفریحش داشته باشه که جون داشته باشه برای ادامه سال. آره دیگه، مثلا ببین واقعا مهر به بعد خیلی قضیه متفاوت تر میشه. تابستون داره اون زیربنا رو میسازه ولی جون اصلی رو باید نگه داره واسه مهر به بعدش. این تعادل و توازنه باید حفظ بشه به نظر من، یعنی صرفا استراحت نباشه و همش هم مطالعه نباشه که خودشو خفه کنه با مطالعه، ولی یه دسته هستن اونا گناهشون یعنی بیشتر گناه دارن. من خیلی دلم براشون میسوزه. ببین اینا وسطن، نه حال میکنن نه درس میخونن، دوست دارن اون نتیجه مثلا معدل عالیه باشه. آره. بدون اینکه درس بخونن. دقیقاً. ببین بلا تکلیفن، یعنی تو فکر کن اینا نه مسافرت میرن نه تفریح میکنن نه تابستون رو میفهمن نه از تابستون چیزی عایدشون شده، یعنی درس رو نفهمیدن. آره و اینا خیلی گناه دارن به نظر من، از این ور رونده از اون ور مونده میشن و کسی که همش استراحت کرده حداقلش میگیم آقا تازه نفسه. ولی کسی که خیلی خودش هم کشته میگیم آقا بالاخره حداقل درس خونده، ما میتونیم تو مهر یکم بهش استراحت بدیم. ولی کسی که نه درس خونده آره ببین مثلا طرف میره سفر با عذاب وجدان میره سفر، یعنی کیف نمیکنه از سفرش. این آدما بی برنامه بودن توی عید میگم تو تابستون، تو عیدم خیلی مهمه، تو تابستون خیلی ضربه میزنه به بچه‌ها و حتما باید برنامه‌ریزی رو بچه‌ها از تابستون شروع کنن. آره. حالا من یه سوال دیگه ای دارم. بپرس. مثلا یه نفر از در اتاق مشاوره میاد تو و میگه خانم اسدی مثلا دوستم فلانی اینقدر ساعت الان میتونه درس بخونه. یا یه دوست دیگه هم مثلا دختر خالم اون موقع که کنکوری بود تو این دوران مثلا چه میدونم روزی 100 تا تست میزد، من نمیتونم. این مقایسه چطور اینو برطرفش کنن؟ آها ببین آره مثلا این اوایل سال خیلی پیش میاد، دلیلم داره ها. افن دلیلش برای من مشاور تو میدونی من همیشه مخالف مقایسه‌ام، ولی یه آلارم خوب داره، اونم اینه که دانش آموز مقیده، رفته پرسجو کرده، میخواد ببینه که اصلا چنده، باید چی کار بکنه، باید چقدر بخونه، چقدر تست بزنه، چه منبعی، چه کتابی، چه معلمی. این خوبه ولی ادامه دار نباید باشه. یعنی دانش آموز از رو کنجکاویش اگر این کارو میکنه خوبه،
تا یه حدی که فقط اطلاعات بگیره. که همینجا تو پرانتز بگم من توصیه میکنم که بچه‌ها اطلاعات رو اصلا فقط از متخصصش بگیرن. و یه چیزی که تو الان پرسیدی خیلی اتفاقا سوال مهمیه و یکی از دغدغه‌های بزرگ منه. حالا تو اینو میگی دختر خاله و اینا رو میگی، گفتی دختر خاله؟ دوستشو، دختر خاله‌شو مثلا. ببین از اون رایج‌تر اینه که فلان رتبه برتر مثلا فلان کتابو داره یا فلان معلم رو میره. ببین این مقایسه خیلی آسیب میزنه. مثلا برای اینکه من هم مثل اون رتبه برتر بشم باید فلان کتاب و فلان کلاس رو حتما داشته باشم. اگر نرم تو همچین کلاسی من نمیتونم نتیجه بگیرم. ببین فقط همون یه نسخه، ببخشید این همون مثلا یه نسخه برای همه است. مثلا شما برای همه مثلا یک برنامه بدین. همچین چیزی نشده. آره واقعا. ببین چون همون رتبه برترها، من همیشه به بچه‌ها میگم همون رتبه برترها هم همشون یک کلاس نمیرن یا همشون یه منبع ندارن. آدم با توجه به نیازش، با توجه به شرایطش میاد انتخاب میکنه مثلا چه منبعی رو داشته باشه. پس مقایسه کردن و تقلید کردن اصلا کار درستی نیست. نه از نظر اینکه حالا بعد روانی داره و تو هی درگیر دیگرانی، نه، جدای از اون اصلا آسیب زننده است از نظر اینکه تو نسخه اشتباهی رو برای خودت میپیچونی. بذار مثال بزنم. ببین مثلا یه رتبه برتر هست، خب معلم خوبی داره. خب وقتی تو معلم خوب داری چه نیازی داری به یک منبعی که مثلا درسنامه قوی داره؟ خب ولی ممکنه یه رتبه برتر، یعنی قراره در آینده رتبه برتر بشه، درسش هم خوبه ولی حتی درسنامه خوب نداره. خب این مجبوره بره یه منبعی رو بگیره که درسنامه خوب داشته باشه. یه رتبه برتر می‌بینی یه معلم خفن داره، درسنامه رو واسش ساپورت میکنه، هیچ، یه جزوه تست خوبم براش داره. اون رتبه برتر مجبوره اصلا منبعی که شروع میکنه IQ به بالا باشه. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی پس همون رتبه برتر هم عین هم نیست منابعشون یا معلماشون، با توجه به نیازشون انتخاب میکنن. و اینکه سطح دانشی هر کس مثلا متفاوته. آره. نقاط ضعف و قوتش متفاوته. آره، ما خودمون داریم دیگه، یه دانش آموز داریم خیلی خفنه ولی شیمیش ضعیف‌تره، یا نه برعکس مثلا فیزیکش ضعیف‌تره یا مثلا ریاضیش. پس با توجه به شرایطش باید منبعش رو، معلمش رو، مشاورش رو، همه رو انتخاب بکنه. اصلا نباید دقیقاً اون مثالی که خودت گفتی دیگه، مثلا نسخه پزشک اینطوری نیست که ما هر کسی بیاد مثلا به دکتر بگه من مثلا دلم درد میکنه یا سرم درد میکنه، آره. فقط یک قرص باشه که دقیقاً اصلا ممکنه دردش یه چیز دیگه باشه. آره، مثلا طرف درصدش پایینه میگه خب فلان رتبه برتر درصدش پایین بود این منبع رو استفاده کرد. بابا اون اصلا چرا درصدش پایینه؟ چون تست کم زده، چون منبعش خوب نبوده، چون اصلا مفهوم از اولیات نگرفته. اینا هر کدوم یه نسخه داره، میدونی؟ اصلا شرایط روحی، شاید استرس داشته. دمت گرم. دقیقاً. آره واقعا دقیقاً نمیشه چیزش کرد. حالا در مورد مقایسه گفتی یه چیزی من بگم. بفهم. من میگم مقایسه کردنمون با دیگران 2 مشکل اصلی داره. وقتی ما میایم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، حواسمون از رو خودمون برداشته میشه، میریم رو حاشیه. آره دیگه، همش آدما رو داریم تریس میکنیم، بعد همش استرس داریم به خاطر اینکه من که نمیدونم تو ذهن تو چی میگذره، من نمیدونم تو چه الان برنامه و تریکی زدی، چی کار میخوای بکنی. همش نگرانم نکنه فاطمه از من بهتر بشه. خب و همش نگرانیم اینه، به جای اینکه بچسبم به درس خودم، به جای اینکه تمرکزم رو کار خودم باشه، همش برام مهمه که فاطمه نکنه. حالا فاطمه مثلا چه میدونم، زهرا، مبینا، اینا همه دارن رشد میکنن، دختر خالم، پسر خالم. خب و حواسم از روی کار خودم پرت میشه. یعنی یک، استرس میگیرم چون نمیدونم حرکت بعدی شماها، رقبای من چیه، قطعا نمیدونم. و دوم اینکه توانمندی های خودم رو هم نمیتونم ازش استفاده بکنم. تمرکز. آره. و یه اتفاق دیگه ای که میفته، ببین من میام مقایسه کنم خودم و با تو. فرض کن تو همکلاسی منی، تو همیشه در رقابت با منی. خب مثلا یا من اولم یا تو اولی. خب بعد من یه حرکتی میزنم، تلاش میکنم، معلم میگیرم، یه کاری میکنم، مشاور میگیرم، از تو بالا میزنم یا اساسی بالا میزنم، دیگه من چه انگیزه‌ای دارم؟ من دیگه تو بالا زدم، میدونی؟ ولی واقعیتش این نیست. مگه تو فقط رقیب منی؟
اگر من تو منطقه یکم، تمام آدم‌های منطقه یک، سهمیه منطقه یک رقبای منن و این دنیای منو کوچیک میکنه مقایسه کردنه. اگه تو منطقه دو هم کل بچه‌های منطقه دو رقبای من هستن، نه فقط آدمایی که تو کلاسن. پس خیلی مسخره است که ما خودمون هی با بچه‌های کلاس فقط مقایسه میکنیم. بهترین حالت مقایسه به نظر من مقایسه خودت با قبل خودت، با هفته قبل خودت. این بهترین حالته. دو تا اتفاق میفته، نه استرس داری که حالا چه حرکتی میزنه، خودتی دیگه، کیف میکنی از رشدت، و دوم این که ته نداره پیشرفتت، هی دوست داری بهتر بشی. میدونی؟ مثلا کلاس نیست که بگی آقا خوب کلاس دیگه رسیدم شدم اول کلاس. وقتی رقیبت خودت باشه هیچ وقت اون بالا نداره، ته نداره، هی تلاش میکنه. دقیقاً. حالا چیز دیگه که من به ذهنم اومد، این مقایسه باعث میشه که هی رفته رفته اعتماد به نفس بچه‌ها کمتر شه و این اعتماد به نفس خیلی مهمه تو همه جای زندگی، مهمه نه فقط برای کنکور. حالا ما چون صحبتمون راجع به کنکور و این باعث میشه که شاید اون نتیجه‌ای که اگر با حال خوب و با اعتماد به نفس خوب یه نفر میتونست بگیره و اون نتیجه رو نگیره، بله، هی رفته رفته این نتیجه نگرفتنه باعث بشه که انقدر اعتماد به نفسش بیاد پایین که دیگه بگه من قید درس خوندن رو میزنم، من دیگه نمیخوام درس بخونم. دقیقاً همینه. آره، و خودت هم دیدی دیگه، الان هم بین بچه‌ها میبینی خیلی هاشون باور نتیجه گرفتن رو ندارن. دید دقیقاً ما امروز داشتیم توی صحبت‌های مادرها، من اینجا نوشتم که میگفتن دقیقاً باور به موفقیت رو روش کار بکنین که این بچه من باور کنه میتونه موفق بشه. و وقتی اعتماد به نفس میاد پایین، این باور خیلی داستاندار میشه دیگه. یعنی ما باید اول باور کنیم که میتونیم نتیجه بگیریم و به قول تو یه چیزی مثل مقایسه اینو نابودش میکنه. بله. آره. خب سوالی مونده دیگه به نظرت؟ فکر نکنم. من فکر کنم جمع و جورش کنیم بهتره. دیگه سوالی اگه داری بپرس. اوکیه. من سوال این سوالی یهویی هم به ذهنت نرسید چیزی؟ پرسی دیگه دونه فکر کنم یهویی آخرش. اوکی. بسیارم خوب. خیلی ممنون که دنبال کردین. امیدوارم که اطلاعات و حالا سوالایی که اینجا مطرح شد سوالای شما هم بوده باشه و بهتون کمک کرده باشه. ممنونم فاطمه که اومدی. خیلی حال داد به من. ان شاءالله که سریای بعد رو هم با هم داشته باشیم. حتما تو نظراتتون بنویسید، بگین که اگر موضوعی مد نظرتونه که ما برای تاک شو بعدی ازش استفاده کنیم. به خدا میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.